شبا داستان‌های شاهنامه رو برای پسرم تعریف می‌کردم. 7-8 سالشم بود. به من گفت پدر امروز تو مدرسه هیچ اتفاقی نیفتاده بود، هیچ هم مهم نیست کجا نهار بخوریم. رستم زودتر مرد یا سهراب؟ گفتم که سهراب، ولی هنوز نرسیدیم به اونجا که من این داستان رو باید براتون تعریف کنم. او به احترام پدری دیگه کنجکاوی نکرد، ولی من خواب ازم گرفته شده بود که چجور توی مملکت غربت که من دارم به این میگم باید به رستم افتخار کنیم، بهش بگم رستم پسر شما. شما دیگه چجوری تو اتاقی من خوابیدم و خواب چجوره؟ این بود که در یک شعر اونجا رستم رو خواب دیدم. ازش پرسیدم چرا سهراب کشتی؟ خواب میدیدم که رستم بود و من بودم، به صدا غصه فرزند کشتن، با تن هم سخن بودم. من به او میگفتم ای پیک دلیر پهنه تاریخ، یک کتاب ز صحنه تاریخ. داستان رستم و سهراب را خواندم، داستان پور و باب غوطه‌ور در موج‌های خشم و کین در بحر بی‌پایان را خواندم. آشکارا در دل سهراب مهر رستم بود، در دل رستم ولی مهر پسر کم بود. هر کس این داستان را خواند با دلی خونین به رستم تاخت، کو چرا سهراب را نشناخت. رستم اما گفت میدانستم از آغاز آن برو بازو که سهراب است، آنچه چون خورشید میتابید بر جانم آفتاب روی سهراب است. من بر آن رخش جوانان روز رستمی اما جوان دیدم، راست میگویم در آن پیکار رستمی را ناتوان دیدم. بعد در طول شعر رستم به من میگه که من خودم بهش کمک کردم تو کشتی اول منو برد بالا که بزنه زمین و این به میدان رستم کش بشه، رستم کش تا پهلوان جهان بشه و پهلوانی در خاندان سام باقی بمونه. اما از فراز دست او چون سرنگون بر خاک غلتیدم، خاک بر رستم درفش کافیان را واژگون دیدم. خاک ایران را ز خون پاک ایران لعل دیدم، دست را دریای خون دیدم، باز رستم را در آن دریای خون در آسمان دیدم. در سکوت مرگبار دشت نعره‌ای بر گوش جانم ریخت، هوشدارویی به مغز استخوانم ریخت. بر سرم فریاد زد بیتاب پهلوان بیدار شو از خواب، جنگ رستم نیست با سهراب، آنچه امروز در میدان است جنگ توران است و ایران است. پیش از اون که تیغ سهرابم به درآمد جگر، در کشتی اول خود تن را به دست خویشتن کشتم. در دل پیکار رستم و زنهار صبح فردا کشتی دوم تا دهن در وطن خواهی گریران را، خنجر سردار ایران چاک میزد سینه سردار توران را. اون تیغ خون‌آلود در مشتم در دو کشتی رستم و سهراب را کشتم. آنچه باقی ماند اونچه او تاج آفتان جاوید کیهان بود، سرفراز و سرور تاریخ دوران بود، ایران بود.